یتیموف و توشیف برای آتشبس در مرز به موافقه رسیدند. بعد ظهر امروز در پی مناقشه مرزی در چند نقطه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، گروه کاری دو کشور با راهبری رئیسان کمیته ملی امنیت دو کشور برای به اعتدال آوردن وضع وارد گفتگو شده برای آتشبس به موافقه رسیدند. خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوق با نشر چند عکس از روند گفتگو نوشته است که گروه کاری با راهبر سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قمچیبک توشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان در دیدبانگاه گمرکی رواد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان واخوردند. گفته می شود در این ملاقات همزمان وزیران کارهای داخلی دو کشور، رئیسان ولایت سوق و ولایت بادکن نیز شرکت ورزیدند. ضمن گفتگو جانب‌ها از ضرورت اعلان آتشبس اظهار نظر نمودند. جانب‌ها به موافقه رسیدند که آتشبس اعلان کرده شود. درباره زمان آتشبس خبر دادن نشده است، ولی خبرگزاری قرقیزی 24 کیگی از قول علیشیر کازویف، یک وکیل ژاگارکو کنش این کشور نوشته است که جانب‌ها به موافقه رسیدند که امروز ساعت 16 تیرپرانی قطع کرده شود. یادآور می‌شویم که صبح امروز 16 سپتامبر یک بار در چند منطقه سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان درگیری نو رخ داد که در نتیجه یک مرزبان تاجیک کشته و چند دیگر زخمی شدند. مقامات قرقیزستان از زخمی شدن 42 نفر خبر می‌دهد. پیگیر خبرهای ما باشید.